يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حتی وقتی که همی کسلیش بود، سری وفاتنده بود، یعنی یکی از اصحابش، شاگردهایش، نامش یزید ابن عمیره، یزید ابن عمیره السکسکی، یزید ابن عمیره السکسکی رحمه الله و از کبار تابعین بود. آمده میگوید که این قصه امام بخاری تاریخ کبیر به و ابن سعد طبقات به و ویها سنی مزی تهذیب کمال به نقل میکند. میگوید که وقتی که معاذ سری وفاتنده بود، سکسکی یزید ابن عمیره اومده میگوید گریستم، میگوید گریستم. سن معاذ میگفت که برای چی میگری؟ گفتگین ده یزید میگوید که من یعنی به سبب دنیا، یعنی تو یک دنیای به فایده نگرفتم یا چی به گیسته سادگیم نمیگوید. من گریسته سادم که تو همین قدر علم امروی خودت گرفته میبری، ما از این علم چی شدیم؟ محروم شدیم. از علمی که تو مثلا مونده، و علیکم السلام، علمی که مثلا مونده، هم علمی که بود تو به همراه خودت گرفته میبری، ما این چیز محروم شدیم. یعنی این چی بود؟ یعنی برای همین عالم که مرد این چی میشد؟ یعنی یک چی میشد؟ یک ظلمه میشد. ظلمه یک شکافی اسلام به پیدا میشد، یک نقص پیدا میشد اسلام، یعنی مرگ چی؟ عالم. تو همینند معاذ میگوید که العلم والایمان موجودان من ابتغاهما وجدهما. یعنی میگوید علم و ایمان این موجود، کسی که ابتغا کند، طلب کند، مییابد. همین میگوید که التمس العلم عند اربعه، التمس العلم عند اربعه. یعنی شاگرداش به نصیحت کنه میگوید که التمس العلم عند الاربعه. نگره حاضر موید تعال چی میگوید؟ یعنی چی فقط علم 4 کسان 3 کسان به دست میانه؟ میگوید که فقط برای چی؟ یعنی 3-4 نفر میگه دیگران نیست میگوید یعنی معاذ رضی الله تعالی عنه این چند سال 1400 قریب چند سال یعنی 18 چند سال میشد، یعنی 18 سال، 1418 سال پیش از این قول گفت. حالا که صحابه ها هزارها علما ها تابعین ها گفت که علم از چی؟ از 4 نفر گرفت. گفت علم التمس العلم عند اربعه، علم از 4 نفر التماس کنید، طلب کنید. کی وایها کی وایها؟ یکم گفت عویمر امام شام، عویمر این که ابن زید، ابو دردا، عویمر ابن زید که میشدین ابو دردا امام اهل شام بود، صحابی جلیل. ابو دردا عویمر ابن زید ابو دردا، یکمش که گفت ابو دردا، دویمش که گفت سلمان الفارسی. سلمان الفارسی مینید از کبار علمای صحابه بود. سیمش که بود عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام چه رسول صلی الله علیه وسلم به جنت بشارت داد، مبشر بالجنه بود. اسرائیلی، ابو یوسف اسرائیلی میگوید که معاذ کان یهودیا فاسلم. میگوید که عند عبدالله ابن سلام و هو عاشر العشره. اكون اجتهاد معادنده 10 نفر. ده یکی از 10 مبشرین عبدالله بن سلام میگوید، یعنی فهمید؟ و چهارمش عبدالله ابن مسعود. نزد 4 نفرنده. یک روایتنده جای وایمر به میگوید عمر میگوید، عمر رضی الله میگه که لکنه میگوید هو یشغل عنک. عمر به یعنی عمر چی گفت؟ یعنی یشغل عنک معناش چی؟ وای مشغول، وای اثر تا بگونی یعنی خلافت، یعنی معارک، فتوحات، جهاد، قتال کته مشغول. تو به درس دادن به وقت چنین عمرنده. عمر مثلا چه لا شک اعلم از همه وای ها، لیکن وقتش نیست به درس دادن به عمر. فهمید؟ همه چی میکنه یعنی علم هم 4 نفر برام میگفت. 4 نفر که به دستینا عویمر ابن زید، سلمان الفارسی، عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود نگرید
یعنی عشر مبشرین به معاذ میگفت که یکی از عشر مبشرین و الا صحیح الرسول صلی الله علیه و سلم بشارت داده که وای جنت به، لیکن وای 10 نفر وای دیگر آیند. خودش بشارت کنه اینا ها خودش تنها چیکاره وای 10 نفر گفته که عبدالله ابن سلام ندارد نه نمیدارد. فهمیدید؟ همین 4 نفره چی میکند توجیه 4 نفر به یعنی تزکیه میتیاد. 4 کس رفته علم گیر. خود رنگ احمقا باشه چی میگفت این معاذ چیه کن. پنجم کس نمی دیگه علم نزدیک ها میگفت که حاضر میگفت که این چی به دلالت میکند؟ دلالت میکند که علم یعنی چی بوده است این چیز نازک که یعنی هر کسی که یعنی قرآن و سنت و نماز میخوند اول یعنی معناش علم گرفته نمیشد. یعنی علم یعنی چی با شرط های زائد به محتاج بوده است. شرط های چی به زائد به محتاج بوده است. همین دلالت میکند که علمنده چی بسیار چی ضوابط ها آدم احتیاط میشد. علمنده چی میکند انسان بسیار احتیاط شده کار میکند. همیننده حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حديث مروي عن من طريق أعمش عن زيد بن واحب عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الأمانة نزلت في جذر أو جذر عن جذر قلوب الرجال. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال إن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المحل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس وما فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن ببني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعته لا ولئن كان مسلما لا يردنه علي إسلامه أو دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه وأما اليوم ما كنت أبايع أحدا منكم إلا فلانا وفلانا. میگوید حذیفه رضی الله تعالی عنه یعنی میگوید که رسول صلی الله علیه و آله و سلام میگوید ما به 2 حدیث نقل کرد حدیث ما گفت 2 حدیث گفت. یک گفتگیش اومد دیدم انا دویمیشه انتظارم دیده استاده هم میگوید. یکمش چی بود؟ امانت گفت ها جذر یا جذر یعنی ریشه دلهای صحابه ها به نازل شد. سونه قرآن نازل شد. سونه قرآن تعلیم گرفتن، سنه تعلیم گرفتن. این چی به دلالت میکرد؟ عدول صحابه ها چی به خیانت دروغگویی نبود. چی خیلی به تربیه رسول صلی الله علیه و سلم بودن. از تربیه رسول صلی الله علیه و سلم چی بیرون نمی برآمدن. همچی خیلی که رسول صلی الله علیه و سلم منهج بیان کرد علم خیلی می رفتن. سونه گفت که وقت می بیاد که چی میشد؟ امانت برداشته میشد. خلاص خیانتکاری دروغگویی یعنی از منهج رسول صلی الله علیه و آدم ها می براید. سونه گفت چی خیل امانت بردار می شود. همین خیلتیت بردار می شود که یک آدم مثلا چی امانت دار بود خوب میرد وقتی که میخیدت بیدار میشد دلشنده امانت مثل چی مونده است یعنی مثل یک ورق سفید یک چرنیل یک نقطه مونید. فهمیدید؟ نقطه یعنی چی میشد؟ از امانت مثل نقطه با اینجا میموند. فهمیدید؟ نقطه با اینجا یعنی اینقدر میموند. سونه با یک بار دیگه خوب میرد که با میخیدت که چی شده است یعنی از امانت مثل چی مونده است؟ مثل محل مونده است. محل یعنی چی میشد؟ سونه من حذیفه یک چه مثلی که میگه چی جمر لخشه میگم لخشه میگیری پوت به چی میکنی دحرجته و توپ میتی پومت چی میشد؟ میسوزد. وقتی که سود فنفیتا چی میشد؟ سونه بای ورام میکند فتراه منتبرا میبینی که چی منتبر یعنی انتبار یعنی کلون شده. فکر میکنی که یک چیزی کلون چیزه یک دونه وینده چیه یک سوزن اندازه چی میشد؟ هیچ چی نیست وینده.
همین خیلی میبینی که اینقدر امانت دار، لیکن حقیقتا دونش به درای هیچ چیش نمیبینده. از امانت نومش نیست وای آدمنده. آدمو خرید و فروش میکنند، بیناشونده یک آدم امانت دار نمییابند، قریب که نیست. حتی همین خیلی میشد که میگفتند که ولی فلان قبیله با فلان دولت ده یک آدم امانت دار هست. نگره هست. یعنی این چیز غریب نیست که امروز میگیم که احتیاط شوید، مثلا از هر کس علم نگیرید فلان چی به. حتی چی میگن یعنی آدما چی خلاص فقط ظاهر به نگشته حکم میکنن، میگن که ما اظرفه نگرید و چه خیلی خوشرو، چه خیلی با قوت، چه خیلی عاقل، فقط چشم ظاهرش به میگیرن. سخنش و علیکم السلام و رحمت الله، نگرید سخنش خوشرو، گپش خوشرو، یعنی کراسنری چی همین خیلی چیزای مثلا چی فقط سخن، فقط گپ، لیکن دلشانده چی؟ دلشانده حبه مثل گندم برین ایمان نیست. گندم برین چی؟ ایمان نیست. همین به مثلا امروز یعنی میگوید که نگرید یعنی باید من قرآن سنت گفت نه باید به نگرد تو منهجش به داخلش به نگشته بین باید با یعنی نگرید. همینند حذیفه میگوید که زمان بود که میگفت من به هر کس تجارت میکردم، مسلم باشد، نصرانی، یهودی باشد. مسلم که باشد اگر وای چی میکرد؟ اگر یک فریب تیاد منه یک دینش وای ما میکرد، دینش میترسید. اگر نصرانی یهودی باشد سری بیانده که میستاد یعنی سوعی یعنی پاسپان ها حکومت نکن میگفت. لیکن امروز میگوید نه، میگوید من میگوید الا فلان با فلان کار میکنم. میگوید این زمان حذیفه ده، این 1400 سال پیش از این. امروز چی میگوید کنه؟ این کار دنیون اگر باشد دیننده من باب اولا بوده است این برامت که فهمیدید. برای مسئله دین، مسئله علم فقط چی میشد؟ یعنی آدم سخت احتیاط میشد. علمنده چی میگن؟ به امام مالک میگوید که مدیننده 70 نفر آدم بود، 70 نفر آدم بود که یعنی چی همه منها از رسول صلی الله علیه و سلم به واسطه یک آدم یعنی که بود وایها تابعین ها بودن. اگر کلیت بیت المال یعنی خزینه تی باور میکنه یک ریال به خیانت نمیکند، لیکن از همین ها میگوید علم نگرفتن. برای چی؟ برای که ویا اهل علم نبودن. برای همین برای چی بوده است؟ یعنی و علیکم السلام برای علم گرفتن فقط وای چی صالح شدنش یا که مثلا قرآن خواندنش، نماز خواندنش کفایه نمیکند. ما باید که وای چیکار کنیم؟ یعنی برای همین علماها همین خیلی پیش از وقتی که یک کس برفته دست گرفتن همین خیلی وای میپرسن که میگفتن که این نظرم به دخترشم به دادنی میبید میپرسن برادر همین فلانی حقش چی میگویی؟ چه خیل منهجش چه خیل با کی معامله میکند، گجاب خوندگی چیکار کردگی، چه خیل خوندگی که به همراهی کیها میگرد، با کی معامله میکند، از مشایخ کی میشناسد، از طالب علم کیها میشناسد. اینقدر میپرسن که آدمی مثلا جاهل میگوید که این چی یعنی خواهرشه یا دخترشه دادنی؟ اینقدر میپرسن. نه وای از دختر خواهرش هم قیمتتر چیه وای دادنی؟ چی دادنی وای به دینش دادنی وای به. برای که دین برای وای از دخترشم، از خواهرشم، از مادرشم، از همه وزمینتر قیمتتر بود. لیکن امروز چه؟ عکس. یک ریال اگر یک تجارت به دادن باشه آمده میپرسد که آدم که من تجارت کردنی 10 ریال میتیم هم آدم به چی میگوی؟ باور کنم میشد یا نه؟ میگوید که خیر دیده است ریشتور نماز میخوند چی بخواد؟ میگن نکن همه نماز میخوند برادر، لیکن پرسن فهمیدن نکن که امانت شه یا نیست. میگید 10 ریال به میپرسن، لیکن مسئله دیننده نه حاجت نه. ماشاءالله دیده بین آدم نماز میخوند، روزه میدارد، خلاص گرفتن گر علم. این معناش چیه؟ این معناش که این آدمند دین نرخش یعنی چی قیمت ندارد، یک وزن ندارد برای این آدم علم. این دین یعنی هم به این چی دلالت میکند؟ علم یعنی باید که آدم سخت احتیاط شود علم. از هر کس علم پرسیده نمیشه، گرفته نمیشه علم. مسئله های علمی، مسئله های چی برای همین حتی مثلا دوستی به یک کس که معامله میکنی، یک کس که مثلا چی کردن با اول مثلا نقص وای پرس کی های چی دیدی که مثلا وای مجهول نمیشناسن وای دور شو که برادر خلاص سلام علیکم وای معامله نکن، روی بیا با وای آدم نکن. برای که دین برای هم چی میگفتن؟ یعنی المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالله. یعنی انسان دینی برادرشنده، انسان دینی کنده دینی برادرشنده. برای همین پیش از دوستی کردن بین که وای برادر چی خیل که دینی توی هم همین خیل میشد. یعنی فهمدید؟
هم با آدم سخت احتیاط میکنند. این امروز بعضی احمقا پیدا شده که این چیزا چی میگوید همین چیزای ذکر با همین قاعده هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ها حذیفه و معاذ گفت این قاعده های ابین بردنی اینا چی میگوید اینا امروز تشدد میگوید، این سختی میگوید. اینا خودش اهل سنت میگوید اینا مثل حلبی ها و ممیع ها حلبی های میدنه اینا میگوید که این منهج نگرید این منهج ربی نه، منهج محمد طادی عبدالله بخاری و بیجابری نه، این منهج معاذ ابن جبل، منهج حذیفه ابن الیمان، منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم. این منهج چی میگوید؟ منهج میگوید این متشددای منهجش. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. نگرید چخیل منهج اهل سنت پایمال با پشت زده استاد از این کار. اصول های اصل های اهل سنت اینو چی میکنند میخیل برای همین این خبیثا خطر اینو از خطر شیعه های هم سخت‌تر میدونید. برای چی؟ برای که خطر شیعه های هم میدوند که خلاص این شیعه این به نزدیک نشد، لیکن اینو از داخل استاد وایرون کرد از دینه. شیعه های از همه میبینیم هم خیلی نمیانه واسه سالی سیاه پوشیده بیاد مثلا نه، یعنی شیعگیش کند همه اوف تو بگفته برآمده میبره هم خیلی نمیانه، لیکن این مثلا نمیبیاد این سالی سیاه پوشته سالی سفید پوشته میبیاد اومده داخل دین وایرون میکنه. اینا کم در کم آدم میفهمند. همه یعنی این چیز به احتیاط میشیم، سخت احتیاط میشیم این مسئله به این مسئله به چی میکنیم؟ یعنی سخت احتیاط میشیم. برای همین دین فقط از اهلش گرفته میشد. دین چی بدست یعنی از اهلش گرفته میشد. یعنی برای همین یعنی اینهایی که مثلا میدرویند دین به اینا اجنبی ها به مثلا خیلی که بی محرم به مثلا اجنبی در اومدن به حقش نه، علم بیان به چه به اذن در اومدن چه به حقشون نیست. هم با آدم این زمانه سخت باید که احتیاط چایدیم. منهجی خیلی که دیدیم منهجی چی کبار صحابه ها یعنی نعم.